در این چند روز حسین طائب و محمود علوی هر دو به عراق سفر کردند. قبل از هر مسئله‌ای باید گفت که همچون 18 سال گذشته جمهوری اسلامی روابط با عراق را تنها با نگاه امنیتی می‌بیند و بقیه انواع روابط عملاً برای جمهوری اسلامی ارزشی ندارند. با توجه به اینکه گروه‌های پروکسی ایران مراجع تقلیدشان علی خامنه‌ای است، پس مسئله عدم توانایی اسماعیل قاآنی برای اداره آنها و یا اقناعشان جهت حمله به منافع آمریکا یک موضوع حائز اهمیت نیست، چون آنها در هر صورت از خامنه‌ای پیروی می‌کنند، نه از سلیمانی یا قاآنی. در مورد مسئله حمله به منافع آمریکا در عراق و سوریه هم باید گفت که گروه‌های حشدالشعبی به مانند داعش هیچ ارزشی برای مرزهای بین‌المللی قائل نیستند، همچنان که در دفاع از جمهوری اسلامی با عراق جنگیدند یا در دفاع از اسد در جنگ داخلی سوریه مشارکت دارند. پس منافع آمریکا را بر پایه منافع ایران در منطقه هدف قرار می‌دهند و هیچ شبهه‌ای در این مورد نیست. مسئله اصلی مسئولین امنیتی ایران را باید در انتخابات عراق جستجو کرد. ایران در 18 سال گذشته جدا از میلیشای شیعه، دولت قانونی عراق را هم در دست داشت و در شرایط کنونی که اختلافات جامعه شیعه بر سر مسئله حضور و نوع حضور ایران در عراق تشدید شده است و با توجه به اینکه عرب سنی هم تصمیم دارد در انتخابات حضور پیدا کنند، پس امکان اینکه ایران دولت قانونی عراق را از دست بدهد بسیار بالاست و در واقع سفرهای مسئولین امنیتی رژیم به عراق در راستای تلاش برای ماندگاری در دولت قانونی عراق است و تقویت وجهه سیاسی میلیشای شیعه وابسته به خود است. البته موضوع دومی هم میتواند عامل این سفرها باشد و آن مسئله بدهکاری عراق به ایران است. در شرایط کنونی محرز شده است که ایرانی‌ها قصد ندارند فعلا بر سر میز مذاکرات هسته‌ای در وین برگردند و همزمان بحران اقتصادی که کارت فشار برای بازگشت ایران به مذاکرات است، روز به روز وسیع‌تر و شدیدتر می‌شود و عجیب نیست که عوامل امنیتی ایران از طریق اطلاعات و یا نقطه ضعف‌هایی که از دولتمردان عراقی دارند بخواهند طلب خود را از عراق اخذ کنند. رویه‌ای که جمهوری اسلامی ایران معمولاً در عراق زیاد از آن استفاده می‌کند.